سلام، محمد نیکو هستم. هر روز بررسی ماشین‌های ایرانی و خارجی رو میذارم. ممنون میشم که تا آخر این ویدیو ما رو همراهی کنید. امروز میخوایم به بررسی سایپا آریا، طراحی ظاهری، طراحی داخلی و مشخصات فنی این ماشین بپردازیم. طراحی ظاهری سایپا آریا بر اساس پلتفرم SP100 طراحی و توسعه یافته، به طوری که این پلتفرم دقیقاً با خودروی شاهین یکسان است و هر دو خودرو بر مبنای همان پلتفرم توسعه داده شده‌اند. در این نگاه میتوان نقاط مشترک طراحی بین این دو خودرو را مشاهده کرد، به طوری که میتوان گفت آریا در واقع یک نسخه هاچبک کراس شاهین محسوب میشود. در بحث طراحی آریا از آلمان‌های شاهین الگوبرداری شده، به طوری که در نمای جلویی آریا شاهد استفاده از چراغ‌ها سه‌پرده و جلو پنجره شاهین برای این خودرو هستیم. سایپا با طراحی سه‌پر جلو آریا به سبک جدید و استفاده از رنگ‌های کرومات و مشکی چهره اسپورت‌تر و جوان‌پسندتری به ماشین بخشیده است. در نمای جانبی آریا استفاده از رینگ‌های آلومینیومی 17 اینچی با طراحی اسپورت و جدید و همچنین فلاپ‌های مشکی رنگ اطراف گلگیر رفوگرک طراحی متفاوت و جذابی را در مقایسه با سایر خودروهای ایرانی رقم زده. به طور کلی نمای عقب آریا طراحی متفاوتی با شاهین دارد و از طراحی مینیمال استفاده می کند. نمای عقب این خودرو به صورت کاملا ساده و صرفاً سعی شده با استفاده از چراغ‌های منحنی که از روی درب صندوق تا گلگیرهای عقب کشیده می‌شوند و دیزاین گرافیکی جدید این چراغ‌ها فرمت اسپورت بودن خودرو را حفظ کند. البته باید اعتراف کرد فرم طراحی سپر عقب و چراغ‌های هماهنگ خوبی با سایر بخش‌های خودرو دارد. طراحی داخلی آریا نمای داخلی آریا دقیقاً همان چیزی است که میتوان بابت تأخیر در معرفی نسخه نهایی این خودرو به بازار از آن تقدیر کرد. طراحی کابین داخلی سایپا با تمامی محصولات تولید شده داخل متفاوت است و از سبک طراحی جدید و مدرن استفاده شده است. این طراحی به طور کلی به سطح انتظار ما از یک خودروی تولید داخلی جذابیت بالایی دارد و پیشرفت خوبی برای تولیدات داخلی محسوب می شود. شاید اگر لوگوی سایپا را از روی فرمان برداریم به سختی بتوان حدس زد که با کابین خودرو داخلی روبرو هستیم یا خیر. یکی از ایراداتی که به عمده خودروهای تولید داخلی گرفته می شود استفاده از مواد پلاستیکی سخت برای تولید داشبورد این خودرو است. از دیگر نکات مثبت آریا استفاده از مواد و متریال نرم و به اصطلاح سافت تاچ برای کابین است. به طور کلی آریا اولین خودرو شرکت سایپاست که از این نوع متریال برای کابین آن استفاده می شود و قطعا می توان حس مثبتی را برای سرنشینان فراهم کرد. بعد از ریرا این بار سایپا از کلاستر و مانیتور به هم پیوسته برای این خودرو استفاده کرده که کابین سایپا آریا هرچه بیشتر به خودروهای روز دنیا نزدیک شود و حس لوکس بودن را به مخاطب القا کند. رنگ داخل کابین که ترکیبی از دو رنگ مشکی و موکا است، در کنار استفاده از طرح چوب کنسول وسط استفاده و از سردنده الکتریکی مشابه محصولات KMC جنس رودری نرم برای درب جلو و عقب، صندلی‌های چرم با طراحی برجسته و استفاده از قاب طرح آلومینیوم برای اسپیکرهای جلو و عقب و حتی داشبورد تجربه جدیدی را در ماشین تولید داخل به خریداران منتقل می‌کند. مشخصات فنی سایپا آریا یکی دیگر از اصلی‌ترین تفاوت‌های آریا با شاهین استفاده از مشخصات فنی متفاوت است.
مهمترین بخش فنی آریا موتور و جبه‌دنده آن است که برخلاف خودروی شاهین از یک موتور تنفس طبیعی 2 لیتری به جای موتور توربوشارژ 1.5 لیتری استفاده می‌کند که قاعدتاً با سلایق ما ایرانی‌ها تطابق بیشتری دارد. قلب تپنده سایپا آریا یک موتور 2 لیتری 4 سیلندر خطی است که بر پایه فناوری میتسوبیشی طراحی و توسعه داده شده است. این موتور از معماری ساده تری نسبت به نمونه‌های توربوشارژ بهره می‌برد. حذف فناوری توربوشارژ اگرچه شتاب اولیه را کمی کاهش می‌دهد، اما باعث می‌شود تا دوام قابلیت اطمینان و هزینه نگهداری این موتور به مراتب پایین‌تر باشد. موضوعی که برای مشتریان ایرانی یک مزیت مهم محسوب می‌شود. این پیشرانه توان تولید 138 اسب بخار، قدرت 6000 دور در دقیقه و 189 نیوتن متر گشت‌آور در 4400 دور در دقیقه را دارد. این اعداد در نگاه اول چندان هیجان انگیز به نظر نمی‌رسد، اما برای یک کراس اوور جمع و جور خانوادگی کافی‌اند و در مقایسه با موتور توربوشارژ شاهین عملکرد پایدارتر و اطمینان‌تری از خود نشان می‌دهد. یکی از نکات مثبت این موتور استفاده از سیستم تایمینگ متغیر سوبابا VVT است که باعث بهبود راندمان، کاهش مصرف سوخت و افزایش گشت‌آور در دورهای میانه می‌شود. همچنین طراحی موتور با استاندارد آلایندگی یورو 5 همخوانی دارد و سایپا وعده داده که نسخه‌های آتی امکان ارتقا به یورو 6 را نیز دارد. قدرت تولید موتور توسط یک گیربکس 6 سرعته اتوماتیک با مبدل گشت‌آور AT به چرخ‌های جلو منتقل می‌شود. طبق اطلاعات منتشر شده، جبه‌دنده محصول شرکت DAE چین است و از نظر دوام و عملکرد در رده‌های بالاتر از گیربکس‌های CVT یا DCT که روی برخی خودروها حملت داخلی نصب شده اند قرار دارد. این گیربکس قابلیت تعویض دستی دنده‌ها از طریق حالت تیپترونیک را هم در اختیار راننده می‌گذارد. از ویژگی‌های مثبت این جبه‌دنده می‌توان به تعویض نرم دنده‌ها، هماهنگی قابل قبول با موتور و کاهش استهلاک در رانندگی شهری پرترافیک اشاره کرد. البته این توجه داشت که به دلیل وزن نسبت بالای خودرو می‌توان تنفس طبیعی شتابگیری آنچندان تند و نیز بیشتری رو راحتی نرمی سواری تمرکز دارد. وزن خالص آریا حدود 1330 کیلوگرم اعلام شده است. این عدد نسبت به خودروی شاهین بیشتر است و طبیعی به نظر می‌رسد، زیرا بدن کراس‌اوور نیازمند تقویت شاسی و اجزای جانبی بیشتری است. مصرف سوخت این ترکیب خودرو در حدود 7.5 لیتر در هر 100 کیلومتر گذاشته شده و ظرفیت باک آن 47 لیتر است. بنابراین یک بار سوختگیری میتوان مصرف‌های نزدیک به 550 کیلومتر را طی کرد، عددی که برای سفرهای بین‌شهری مناسب به نظر میرسد. مهندسان سایپا برای تعلیق جلو سیستم مک‌فرسون و در محور عقب از یکپارچگی پیچشی استفاده کرده‌اند. این ترکیب در بسیاری از خودرو اقتصادی کلاس اوور و هاچبک دیده می‌شود، هرچند این سیستم نمی‌تواند اندازه تعلیق های چند اتصالی راحت و پایدار بالا را ارائه دهد، اما هزینه ساخت و نگهداری آن بسیار پایین‌تر است. ترمزهای جلو از نوع دیسکی خنک شونده و ترمزهای عقب از نوع دیسکی معمولی هستند. سیستم‌های کمکی ABC و ABD و BAE نیز به صورت استاندارد روی آریا نصب شده تا اطمینان بیشتری در جاده‌ها مختلف فراهم شود. اگر از این ویدیو خوشتون اومد کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله بالا رو هم تپ کنید تا ویدیو جدید برای شما باز بشه و نظراتتون رو درباره این ویدیو کامنت کنید که خیلی مهمه. هرچی دارم از حمایت شماست. ممنون از حمایتتون.